وقتی جوان در دین خود، در طاعت پروردگار خود استوار می شود، الله سبحانه و تعالی چقدر بشارت های بهترین را برایش داده است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. آنهایی که میگویند پروردگار من الله است، سپس در همین سخنی که گفتند، وقتی ما و شما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگوییم، این یک سخنی نیست که ما گوییم و هم تو باشند. استوار در دین می ایستند. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه همیشه در حفظ او هستند و هرگز غمگین نمی شوند و ترس در دل او جایگیر نمی شود. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ملائکه ها میگویند ما دوستان شما هستیم، هم در این دنیا و هم در آخرت ما دوست شما هستیم. تصور کنید دوست شما ملائکه می شوند، فرشته ها دوست ما و شما، پروردگار دوست ما و شما می شوند. الله سبحانه و تعالی این خیلی جوان را هرگز چنانه که گفتیم غمگینی در دلش جایگیر نمی شود ولا تخافوا و ترس در چشمان او دیده نمی شود. همیشه استوار